بانو کریمه بلوچ، روشنای بلوچستان. بانو کریمه چه کسی بود؟ بانو کریمه بلوچ در 8 مارس 1983 در شهر دوبه امارات متحده عربی در خانواده جمیله و مهراب چشم به جهان گشود. کریم مهراب خواهرزاده رهبر برجسته ملی گرای بلوچ استاد واحد کمبر بود. عموی او شهید دکتر خالد نیز از شخصیت‌های نامدار جنبش آزادی بلوچستان به شمار می‌رفت. او همسر اما لیدر از رهبران جنبش ملی بلوچ BNM بود. در 20 دسامبر 2020 وی در شهر تورنتو کانادا به دست عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی پاکستان به قتل رسید. پیکر او در دادگاه هشتم به خاک سپرده شد. بانو کریمه بلوچ از رهبران برجسته جنبش آزادی بلوچستان بود. او چه می‌خواست؟ آزادی بلوچستان. بانو کریمه از طریق سکوی سازمان دانشجویان بلوچ BSO برای آزادی بلوچستان مبارزه کرد و در سراسر بلوچستان دانشجویان بلوچ را به مشارکت در مبارزه آزادی بخش تشویق نمود. او در تمامی مجامع و تریبون‌های بین المللی نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها را محکوم کرد و این واقعیت را به جهانیان نشان داد که بلوچستان سرزمین اشغال شده است، نه هرگز داوطلبانه بخشی از پاکستان بوده و نه ملت بلوچ خواهان ادامه سلطه پنجابی هستند. تاریخ چگونه از او یاد می کند؟ در سال 2015 او به عنوان نخستین زن در تاریخ سازمان دانشجویان بلوچ BSO به مقام ریاست چیرپرسن انتخاب شد. در سال 2016 شبکه BBC نام او را در فهرست 100 زن تاثیرگذار جهان قرار داد به دلیل مبارزه شجاعانه‌اش برای آینده آباد و آزاد برای ملت بلوچ. چرا به تبعید رفت؟ به سبب فعالیت‌های سیاسی و ملی گرایانه او دولت پاکستان بارها او را هدف حمله قرار داد. به خانه‌اش تیراندازی شد و راکت پرتاب گردید. بیم آن می‌رفت که توسط ارتش پاکستان ربوده شده و به طور اجباری ناپدید شود. از این رو در سال 2015 ناچار شد سرزمین مادری خود گلزمین بلوچ را ترک کرد. به کانادا پناهنده شد. نقش او در دوران تبعید چه بود؟ او در مقام رئیس سازمان دانشجویان بلوچ BSO برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف این سازمان تلاش کرد و وضعیت بلوچستان را در تریبون‌های بین المللی مطرح ساخت. این فعالیت‌ها سبب شد که حتی در خارج از کشور نیز در نظر مقامات پاکستانی چهره‌ای حساس و نگران کننده باشد. پس از BSO به جنبش ملی بلوچ BNM پیوست و مبارزه سیاسی خود را ادامه داد. چگونه درگذشت؟ در 20 دسامبر 2020
شهید بانو کریمه بلوچ در شهر تورنتو به دست عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی پاکستان به دریاچه انتاریو انداخته شد، روشی که به منظور از بین بردن آثار و شواهد قتل به کار می رود. پیش از او نیز نویسنده و روزنامه نگار مشهور بلوچ ساجد حسین خواهرزاده شهید غلام محمد بلوچ در 2 مارس 2020 و در شهر اپسالا سوئد به همین شیوه با انداختن در رودخانه فریس به قتل رسید. پیش از قتل پیامی به تلفن بانو کریمه ارسال شده بود که در آن نوشته بود در برابر اعمالات هدیه کریسمس دریافت خواهی کرد. چگونه از نقش و جایگاه بانو کریمه یاد خواهد شد. بانو کریمه بلوچ نماد جنبش بلوچ است. بیش از همه الگویی الهام بخش برای زنان بود که نشان داد زنان می توانند حتی در دشوارترین عرصه‌های زندگی و جامعه نقشی مؤثر ایفا کنند. زنان از نظر توانایی، دانش، شایستگی کمتر از کسی نیستند. اگر زنانی از آگاهی، توان و لیاقت برخوردار باشد، می تواند رهبر یک ملت نیز شود. همان گونه که بانو کریمه به عنوان رئیس سازمان دانشجویان بلوچ انتخاب شد، جنبش ملی بلوچ BNM بانو کریمه را روشنای بلوچستان نامید و ملت بلوچ او را با احترام و عشق به نام لما کریمه یعنی اما کریمه به یاد می آورد.